سوالها دارم و از شهر خوجند هستم. میخواستم این سوالهای مرا برای ما جواب گردانید. یکم، این برادر ما 8 سوال دادن، مادام از راه دور به دست چند نفری روان کردن. میخواستم کوتاه انشاءالله من اینها را جواب میگردانم. مردی هست در محله ما میخواهد که به واسطه شپریس از منی خود در رحم زن خود برای باردار شدن و توصیه دکتر اجرا کند. آیا اجازت هست یا نیست؟ مثلا چگونه ای که گاوها را باردار میکنند؟ ما و شما نزد طبیب های حیوان ها می رویم، همون سپرمای گوییم که از همون گاوهای دیگر، یعنی بقه های دیگر را میگیرند و در رحم این ماده گاو جای میکنند به خاطری که این ماده گاو باردار شود. اینم اگرچنده که این مسئله برادر عزیز در کتاب‌های فقه سابقه یافت نمی شود، لیکن فقه معاصر، فقه امروزه اینها را اجازت دادن که اگر مرد وقتی که در زمان خانه‌داری خود یگان سببی هست که خداوند همون آب او را در رحم همون زن جای نمی کند، اگر دکتر همون آب گرفته و در رحم همون زن جای کند درست است. مقصد از آب خود مردکه که بین زن و بین مرد اگر نکاح حلال باشد. مثلا امروز در دنیای غرب شما میدانیم که بعضی زنهای هستند که به شوهر میخواهند که از دیگر مردهای بیگانه گرفته در رحم خود جای کنند، صاحب یک بچه یا دختر شود. این زنا هست. مقصد از مردی بیگانه را گرفته و در رحم زن اگر جای کردن این زنا می شود. لیکن از شوهر حلالی خدا که اینجا سببها داشته است، شاید یکان بیماری هست، اگر گرفته و در زنی خود همون مرد جای کنند این باقی ندارد. درست است. خب دوم سوال، برای چی حضرت عیسی را مسیح میگویند؟ عیسی مسیح برای چی، از سبب در چیز میگویند؟ اینجا یک چیز است برادرای عزیز که ما و شما میدونیم حضرت عیسی را هم مسیح میگوید، عیسی مسیح. راستی بر کلمه های عرب بسیار معناهای زیاد دارند. خود یک مسیح را من وقتی که در لغت دیدم یک پاره نقره و طلا را مسیح میگفتند. انسانی که بسیار با زن خود خانه‌داری هم که کند وی هم مسیح میگفتند. یا شخصی که یک چشم دارد وی هم مسیح میگفتند. یا گویم که شخصی که نفس تأثیر کننده دارد وی هم مسیح میگفتند. و این خاطر این عیسی مسیحی که در راس حضرت عیسی علیه السلام آمده است، این به خاطر نفس زنده کننده داشت. یعنی خداوند معجزه حضرت عیسی همین بود که با اذن پروردگار مرده را زنده میکرد. به این خاطر این لقب عیسی مسیح را بر اون نصیب گردانیدند. حتی من در حدیث ها هم خوانده بودم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دعاش میگفت اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم و اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنة المحیاء والممات و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. ببین در راست دجال هم مسیح را استفاده میبرند. خداوند را پناه طلب میکنم از عذاب جهنم، خدایا پناه طلب میکنم از عذاب قبر، پناه طلب میکنم از فتنه های چی در حال حیات چی در حالت قبر مردن و سوی تو پناه طلب میکنم و از فتنه های دجال مسیح و سوی تو پناه طلب میکنم. اینجا در راست دجال مسیحی که استفاده شده است، هم دجال یک چشمه است. من برای شما قصه های دجال گفتگی هستم که پیغمبر خدا گفت هیچ پیغمبر برای قومش اینقدر خبر از دجال نداده که من برای شما خبر دادم که وای یک چشمه است. این مسیحی که در راست دجال آمده است یک چشمگی او را افاده میکند. دوم نفس زنده کننده دارد. دجال هم نفس زنده کننده دارد. خب سوم، آیا زن در ضرورت میتواند گوسفند را ذبح کند؟ علل خصوص زنهای بایهایی که قربانی میکنند. مثلا زنی هست که مالش به قربانی رسید، به زکات رسیده است، به ذمه او قربانی کردن واجب می شود. آیا همین زن می تواند که خودش قربانیش کند؟
اصلا سنت همین است که آدمی که قربانی میکند باید خودش قربانی کند. مقصد یگان قصاب نآورد، قصاب در زمان بیارد که خودش قدرتی ذبح کردن نداشته باشد. از این خاطر زن در ضرورت و غیر ضرورت ذبح کردن درست است. برای زن هیچ مانعی ندارد که زن گوسفند ذبح نکند یا گاو ذبح نکند یا مرغ ذبح نکند. درست است برای زنها به ضرورت. مثلا شما اگر در خانه زنهاتون سفارش دهید که چی ذبح گوسفند کند، چی ذبح بز کند، چی ذبح مرغ کند، با کنار یگان گناهکاری هم ندارد. اون بعضی سفسطه هایی که در مردم ما و شما هست که زن باید که در حالت ذبح مثال چی عمل ها را کند و چی نکند و بعد ذبح کند، اینا همش دروغ هستند. مرد در حالت ذبح مثل مرد است، باکی ندارد، ذبح کردن گیرد، گناهکار نمیشود. چهارم، یک نفر را مجبور کردند که در کاغذ نویسد که زنم 3 طلاق. آیا زن طلاق شد یا نشد؟ خب یک نفر را مجبور کردند که بگیر، قلم بگیر، در همین ورق بنویس که زنم 3 طلاق. همیشه زنش 3 طلاق می شود یا نمی شود؟ نه، طلاق نمی شود. اگر وقتی وای میگوید که می نویسد 3 طلاق، به لفظش نگوید، طلاق نمی شود. اگر به لفظش گوید که زنم 3 طلاق بعد نویسد، زنش 3 طلاق می شود. لیکن به لفظ نگوید، به زبان نگوید و فقط به قلم نویسد، زنش طلاق نمی شود. خب شخص گوید که اگر ای زنک خانه پدر و مادر تو را برم، تو به من طلاق، چی باید کرد؟ او رود، طلاق می شود. چیکار کند؟ مقصد اگر گوید که زنک من تو را اگر خانه پدر و مادرت برم، تو به من طلاق، میلش راهی نجاتش همین است که خودش نمیبرد و دیگر کس میبرد. وای در حالت گفتن این را ایستاده برد که اگر خودم برم تو طلاق، پس با واسطه دادرش است، پدرش است، اکش است، روانش میکنه، طلاق نمیشه. خب ششم، زن میتواند که برای دعوت به محله رود. مثلا ما دعوت میریم، هر جایی که دعوت من میکنن، چی هر گونه معرکه هایی که هست، مثال میریم در اونجا مردم دعوت میکنیم به خدا پرستی و خدا ترسی. آیا زنها میتوانند که همین خیلی دعوت ها روان میگوید؟ بله میتوانند، فقط مسافه سفر نباشد، میتوانند که رفته دعوت کنند. مثلا زنها در دوره های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نمازها می آمدن، اشتراک میکردند. در روایت ها میگوید که حضرت عمر من ساختند به خاطری که زمان کمی فساد شده بود. خب با روایت حضرت عایشه. لیکن اگر این زمان ما را هم عایشه مادرمان اگر حیات میشد، هر آینه اجازت میداد که زنها رفته در بین زنها از خدا و از پیغمبر او صحبت کنند. زیرا امروز همه ما و شما میدانیم که زنها از خدا دور شدن. اکثریتش که زنهای با توفیق خدا ترس هست، لیکن اکثریت اونا از خدا دور شدن، با عبادت خدا نزدیک نمیشوند. گوییم که احکام و ارکان خدا را نمیدانند و هیچ شرایطی نیست که برای اونها موعظه کرده شود. مقصد در مسجدها اونها را اجازت نیست آمدن. و این خاطر اگر زنهای دعوتگر باشن و رفته محله به محله یا خانه به خانه اونها را دعوت کنند، انشاءالله درست است و ثواب خیلی کلان میگیرند. اگر کلاه از سر افتد وقتی نماز چی باید کرد؟ مثلا در مسئله میاد که تاقیه که بالای سر داریم در حالت نماز اگر از سرمان افتد، با یک دست اگر علاجش باشد در سرمان میگذاریم، اگر با 2 دست علاجش باشد نمیگذاریم، همون سر لیچ ماندن میگیریم. 8م سوال، آیا حج اکبر میگویند یگان اساس دارد یا ندارد؟ حج اکبر میگوییم، ما و شما میگوییم که این سال حج اکبر است. همین اساس ندارد برادر عزیز. از روی کتاب ها اساس ندارد. به چی اساس ندارد؟ مثلا سوره توبه، در سوره توبه حج اکبر آمدگی است، حج اکبر. لیکن خدا رحمت کنه حضرت عبدالله ابن عمر، حضرت عمر، حضرت زبیر، حضرت عباس، همه اینا به این رفتن که این حج اکبری که خدا در سوره توبه گفته است این روز عرفه هست، اما روز 9 ذوالحجه را در نظر دارد.
و ابن کثیر رحمت الله علیه که تفسیرش مشهور در روی دنیاست میگه این حج اکبری که در سوره توبه آمده است این روز دهم ذوالحجه روز ذبح در نظر دارد. به این خاطر اکنون همون گویم عقیده عوام الناس، مردم عوام وقتی که پیغمبر خدا سالی که حج رفتن روز جمعه در عرفه آمده بود، به این خاطر گفتن هر سالی که عرفه در روز جمعه آید حج اکبر است، لیکن اساس ندارد، این هیچ معنی ندارد. السلام علیکم دوستان عزیز، من یک خواهر اسلامی شما ختم کننده دانشگاه امام ترمذی دارم، خواهش دارم جواب گویید. آیا طاووس، شترمرغ، ترنه، لیلک، زاغ حلال است یا حرام؟ مثلا لیلک، ترنه، شترمرغ، طاووس همه اینا حلال هستند، اینا حرام نیستند. لیکن زاغ فقط در نزد علمای احناف یعنی در مذهب خودمان به سه قسم تقسیم می شود. زاغهای کلان سیاهی که فقط گویم که مرده میخورند، جسد میخورند، مرده های بدبوی میخورند، اونا حرام هستند، اونا زاغهای کلان کلان هستند. باز از این میگوید زاغ میانه ای که از اون کلان خورتر است، غلدانه میخورد و هم جسد مرده میخورد، وای مکروه است خوردنش. سیومش که نه زاغهای میده میدهایی که غلدانه میخورند اینا حلال هستند، درست